با واقعیت خانم نغمه هنرمند مطرب و محبوب افغان وفات کرده است. دلیل وفات خانم نغمه هنرمند مطرب افغان چی بوده است؟ گفتنی های تازه خانواده نغمه که هرگز باور نخواهید کرد و لغو تمامی کنسرت های نغمه در کشور امریکا. نغمه با شوهر دوم زندگی می کرد و یا هم جدا شده بود. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای ما ترجیح بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند محبوب، مشهور، سرشناس در هنر موسیقی افغانستان. نغمه بیشتر از 75 سال سن دارد. هنرمند مطرح افغانی است که توانسته است در مدت خیلی کوتاه دل میلیون ها افغان را از آن خود کند. این هنرمند محبوب و مطرح افغان عاشقانه هنر موسیقیش را برای مردم افغانستان به پیش می برد. نغمه میل داشت آهنگهایش پشتو و دری باشد. وی از مادر پشتون به دنیا آمده است. از ولایت قندهار در سن 6 سالگی به کابل کوچیدن. بزرگ شده ولایت زیبای کابل است. مکتب را در لیسه الفت به اتمام رسانید. نغمه در سن 18 سالگی با منگل ازدواج کرد. ازدواج نغمه با منگل موج انتقادات و حمایت ها را به همراه داشت، اما نغمه همیشه آهنگ‌های بیشماری سروده است که تاکنون گوشنواز مردم افغانستان بوده است. تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی نشر می شود که این هنرمند بر اثر سکته مغزی در کشور امریکا وفات کرده است. تاکنون دلیل وفات بانو نغمه به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، اما من آرزو دارم این خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. آرزوی خوشبختی، سعادت و موفقیت برای تک تک از شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم همراهان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر، بدرود.